ساکنان شهر استقلال نیز روزی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را با شکوه و شهامت خاصه تجلیل نمودند. پیش از آغاز چهاربینی راهپیمایی ساکنان با شعار آویزه ها از نزد ورزشگاه مرکزی شهر تا نزد قصر فرهنگ برگزار شد. در چهاربینی تنتنه‌ای که بخشیده به روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در قصر فرهنگ شهر استقلال برگزار گشت، نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت تبریکات رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده را بخشیده به روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به سهم حاضرین رسانید. گفته شد که ماه نوامبر سال 1992 در قصر تاریخی ارباب در وضعیتی برای خلق و وطن ما نهایت حساس و سرنوشت‌ساز محترم امامعلی رحمان از جانب وکیلان به حیث رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردیدند. در اجلاسی راهبریت نوی سیاسی کشور با سروری محترم امامعلی رحمان انتخاب گردیدند که من بعد برنامه مکملی از بحران سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و معنوی برآوردن کشور را تهیه نمود و به میان گذاشت. این اقدام بزرگ زمینه احیای ملت را فراهم آورده خطر پراکندگی دولت تاجیکان و ملت تاجیک را از بین برد. رئیس شهر استقلال ضمن برآمد خود تاکید نمود که با فداکاری، دلیری و شجاعت، عقل و ذکاوت، دوراندیشی و خردمندی جناب عالی محترم امامعلی رحمان تاجیکان را سر میز صلح و وحدت ملی سرجم نموده برای ثبات سیاسی را در وطن خویش تامین نمودن قدم‌های استوار گذاشتند. از این رو کامل گردیدن استقلالیت دولت مستقل تاجیکان با نام مبارک پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان علاقمندی زیج دارد و در پایداری این رمز صاحب دولتی و وطنداری خلق سربلند تاجیکستان سروری محبوب ما سهم بی‌واسطه گذاشتند. با افتخار قید می‌نماییم که روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از آن جشن‌های به شمار می‌رود که برای درک خودشناسی ملی، شناخت و احترام رمزهای دولتی و ارجح‌گذاری به خدمت‌های شایان پرزیدنت مملکت به حساب رفته برای استواری پایه‌های دولتداری ملتمان مساعدت می‌نماید.